بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي درس عقيدة. امروز ما شرك را می آموزیم. آیا میدونید بزرگترین گناه چی است؟ بزرگترین گناه این شرک است، زیرا خداوند شرک را نمی بخشد. الله در قرآن خبر داده میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سوره النساء. خداوند میگوید البته خداوند شرک را نمی بخشد و غیر از شرک گناهان دیگر را برای کسی بخواهد می بخشد. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچنین روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند بزرگترین گناه کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب میگویند ان تدعو لله ندا و هو خلقک. با روایت مسلم، یعنی پیامبر میگویند اینکه برای خداوند کسی یا چیزی را شریک سازی در حالی که او تو را آفریده است. با روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، شرک این دو قسم می باشد، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک معناهای بسیار دارد. ما اینجا شرک گفته شریک آوردن به الله سبحانه و تعالی را در نظر داریم. شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش، در الوهیتش و در اسما و صفات. شرک چند نمود می باشد. شرک در الوهیت و در ربوبیت و در نامها و صفتها، و اینچنین شرک در ظاهر و شرک در خفی و شرک اعتقاد، شرک اقوال و شرک افعال. همه اینها در جمله شرک می باشند. همه اینها را علاهده انشاءالله خواهیم گرفت. شرک اکبر این شرک است که عبادت برای غیر خدا کرده می شود، مانند قربانی کردن یا غیر خدا دیگر کس را دعا کردن. این را شرک اکبر میگویند. خداوند در قرآن خبر داده میگوید قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. سوره جن. یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو تنها پروردگارم را میپرستم و هیچ چیز و کسی را به او شریک نمی سازم. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اکبر الکبائر الاشراک بالله. با روایت بخاری. پیامبر خبر داده گفتند بزرگترین گناه این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی می باشد. از الله سبحانه و تعالی می پرسم ما و شما را از شرک آوردن نگه دارد و دائما در راه حق بودنمان را نصیبمان کند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.